هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، سیری که بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشکار شد. دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد پدر مهربان کرد و به زیارتش رفت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه اهل بیت نشسته بود که فاطمه رضی الله عنها وارد خانه شد. کمی نزد در خانه ایستاده گریه کرد و لحظه بعد خندید. پدر بزرگوار مهربانی فرزند را کرده او را به خوبی استقبال کرد. از او خواست که در پهلویش بنشیند. او در کنار پدر نشست. پدر به آرامی در حالی که کسی گپ‌هایشان را نمیشنوید به گوش فاطمه رضی الله عنها زمزمه کرد، یعنی سخن گفت. فاطمه رضی الله عنها با شنیدن این سخنهای پدر اشک از چشمانش ریخت. حضرت عایشه رضی الله عنها به فاطمه رضی الله عنها گفت: دخترم چرا گریه میکنی؟ باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش فاطمه رضی الله عنها زمزمه کرد که او را خنده گرفت. عایشه رضی الله عنها در حیرت ماند و پرسید: امری عجیب است که اول گریه کردی و بعداً خندیدی. امروز به تو چی شده است؟ یا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه سری را از ما پنهان می‌دارد و به تو میگوید؟ فاطمه رضی الله عنها به او گفت: آیا کسی هست که سری پیغمبر را افشا کند پیش از آن که به رفیق اعلی بپیوندد، یعنی از دنیا بگذرد؟ وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به رفیق اعلی پیوست، یعنی از دنیا رحلت نمود، مادر عایشه رضی الله عنها از فاطمه رضی الله عنها پرسید: آن روز به تو چی شده بود که گریه کردی و اندک پس خندیدی؟ فاطمه رضی الله عنها فرمودند: آن روز پدرم در گوشم برایم گفت که جبرائیل علیه السلام هر سال یک بار با من قرآن میخواند، اما این سال 2 بار خواند. من فهمیدم که وقتی رفتنم از این دنیا فرا رسیده است و اولین کسی که از اهل بیت من تو هستی که با من میپیوندی. من گریه کردم به خاطر رحلت پدرم. بعد از آن پدرم به من گفت: آیا راضی نمیشوی که سید زنان این امت و اهل بهشت باشی؟ من خنده کردم. حضرت فاطمه رضی الله عنها از مرگ پدر بزرگوار خیلی ناراحت و غمگین گشته بود. حضرت فاطمه رضی الله عنها 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شب سه‌شنبه 3 ماه مبارک رمضان در سال 11 هجری در سن 28 سالگی به جهان آخرت پیوست. انا لله و انا الیه راجعون. او اولین کسی از اهل بیت بود که بعد از وفات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رحلت نمود. خواهران و برادرانش پس از وفات پدر بزرگوارشان وفات کرده بودند. در روایت آمده است که روز میان حضرت علی رضی الله عنه و فاطمه رضی الله عنها نافهمی پیدا شد. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این ماجرا با خبر شد، در حال وارد خانه آنها شد و بینشان با مهربانی صلح آورد و از آن خانه خوشحال و خندان برآمد. بعد از آن صحابگان به او صلی الله علیه و سلم گفتند: هیچگاه این گونه خوشحالی تو را ندیده بودیم که حالا میبینیم. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، سبب در چیست؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: میان 2 کس صلح برقرار کردم که بسیار دوستشان می‌دارم و آنها از نور چشمان من هستند. دوستان من، خدا حافظ.